سلام، اینجا شبونه است. توی شبونه بهتون کمک میکنیم تا خواب بهتری داشته باشین. لطفاً قبل شروع مطمئن باشین که همه کاراتون رو کردین و ذهنتون درگیری خاصی نداره. اگه موردی هست که از ذهنتون بیرون نمیره، همین الان نوت گوشیتون رو واکنید و اونجا بنویسید و به خودتون این اطمینان رو بدین که فردا بهش حتما رسیدگی میکنید. حالا خیلی آروم به پشت دراز بکشین و اگه امکانش بود یه بالش هم زیر زانوهاتون بذارید. همراه با من 5 تا نفس عمیق بکشین تا اپیزود امروزمون رو با هم شروع کنیم. اپیزود امروز شکرگزاریه. امروز میخوایم به خاطر شنوا بودنمون خدا رو شکر کنیم. اگه دوست داشتین میتونین با من زمزمه کنین. خدا رو شکر که میتونم صدای خودم رو بشنوم. صدای گریه هامو، خنده هامو، درد دلم با رفیقامو. اگه صدای خودم رو نمیشنیدم چی میشد؟ خدا رو شکر صدای طبیعت رو میتونم بشنوم. صدای زوزه باد توی صحرا، یا صدای موجای دریا، یا صدای خشخش برگا توی پاییز. اگه صدای آب رو هیچ وقت نمیشنیدم چی؟ خدا چقدر منو دوست داره که به همین توانایی رو داده تا صدای خنده گریه آدمای اطرافم رو بشنوم. راستی اگه هیچ وقت صدای گریه رفیقم رو نمیشنیدم چطور میتونستم بغلش کنم و به گریه هاش گوش بدم؟ خدا چقدر عاشق منه که این نعمت رو داده بهم. از خدا ممنونم. از خودم ممنونم که سعی کرده همیشه حرف بقیه رو بشنوه و سنگ صبور باشه براشون. از خودم ممنونم که هست و بودنش به انسانیت داره کمک میکنه. از خدا ممنونم که سعی داره کمکم کنه بیشتر خودم رو دوست داشته باشم. حالا با من تکرار کن. متاسفم، لطفاً منو ببخش، ممنونم، دوست دارم. خیلی ممنونم ازتون که امروز همراه ما بودید. امیدوارم خوابای خوب ببینید و شبتون آروم باشه. شبتون بخیر.